سلام و درود به دوستان عزیزم. امروز اومدیم با یه راهکار که خودتون توی خونه متوجه بشید طرف مقابل دوستتون داره یا نه و انتهای رابطه شما چی میشه. اول 2 شمع رو توی سینی بذارید و اسماتون رو با کمی فاصله کنار همدیگه بنویسید. بعد صبر کنید تا شمع کامل آب بشه. توی تصویر همینجور که دارید میبینید اگر شمع‌ها وقتی آب شدن به هم چسبیدن یعنی این که طرف مقابل دوستتون داره و رابطتون پایداره. اما اگر که فاصله افتاد به هر کدوم جدا جدا شمع آب شدن و به هم پیوندی نخوردن یعنی که آخر رابطه شما پوچ میشه. امیدوارم که آخر همه رابطتون عاشقانه و وصال باشه. دوست عزیزم، فال احساسی این هفته: فروردین، استرس و سردرگمی به علت بلا تکلیفی احساسی رو به پایانه. اردیبهشت، امروز حوصله دیدار و صحبت با کسی را ندارید اما تنهایی براتون راهگشاست. خرداد، کمی نسبت به آدمای اطرافتون خوشبینی بیش از حد و کنار بذارید. تیر، نیمه گمشده خودتو پیدا میکنی. مرداد، رابطتون به مرحله جدی و حساس کشیده شده. بهتر با دقت تصمیم گیری کنید. شهریور، از لحظه های زندگیت استفاده کن که بعداً پشیمون نشی. مهر، بی‌تفاوتی احساسی رو برای مدتی متاسفانه تجربه خواهید کرد. آبان، شخصی قصد دشمنی بین شما و عشقتون رو داره. مراقب باشید. آذر، از بازی دادن اطرافیان دست بردارید. حرف دلتون رو صادقانه بگید. دی، تکلیفتون به زودی با فرد مورد نظر مشخص میشه. بهمن، قهر و جدایی زودگذری در پیش دارید. اسفند، ممکنه شخص مورد علاقتون شما رو فریب بده. مراقب باشید. دوست عزیز، لطفاً برای که با انرژی فال همسو بشی عدد 777 رو برای من کامنت کن و در ضمن اگر به فال رایگان علاقه داری بهتره که یه سری به پیج اینستا بزنی. برات کلی سورپرایز داریم. ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودی. دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.